السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با تمام برادران عزیز و گرامی قدر، راستی برادرای جان، این سخنم یعنی که این بگیم این جواب برای همون نفرایی که میگن که فلان کردگیم در دهن همین ملا و قاری و ایشانا نعوذ بالله من ذلک. یا جوابش میگم برادر و کی که پدر و مادر مرد در یگان نه قاری برن نه ملا بر اتو چت به جنازه برگور که به جنازه برگورشون که برادر عزیز سخت هم برسه، اگر برسد برادری جان، به خاطر که سخنی بد نعوذ بالله در حق علماها کردگی که همون علماها سبب شدن که برادر عزیز همسرت دختر برآمد. فهمیدی برادری جان؟ اگر امر معروف و نهی از منکر نمیشد برادری جان، خطا میگه که در کجا ما و شما میدونیم که زنا گناهه. یک کس وقتی نمیگفت که خدا زنا را حرام کرده، کجا میدونیم؟ برای همه برادرای عزیز سوال چی برای برادر جونه مخلصی باشه، چی برادر جونه که مخلص نباشن دشمنون باشن. برای همه تون سوال، آیا اگر ما و شما اسلام نمیدونستیم میدونستیم که همین زنا گناهه یا نه؟ سوال همه تون برادر عزیز. اینا ان شاء الله بنویسیم برادر عزیز، کامنتار یکنی. میدونستی؟ نمیدونستی؟ یگان تماما نه میدونستیم نه شما. او دیگه ملت بوری نعوذ بالله میگه کسی ای خدا به خبر باشه ایش خواهری ایش زنا میکنه، زنای دیگرش زنا میکنن، نعوذ بالله. برای همین برادر مواظب زبانت باش که خدا زبان تا گنگ نکنه. همین علما سبب شدن امر معروف و نهی از منکر کردن که امروز ما و شما از زنا دوریم. امروز خواهر ما و شما الحمدلله رب العالمین ای الله میترسه. فهمیدی برادر عزیز؟ مواظب زبانت باش که خداوند زبان تا گنگ نکنه. ان شاء الله تعالی برادر عزیز اگر یا توبه نکنن که اولا خداوند نگهبانشون باشه، خداوند صاحب تقواشون کنه، هدایتشون کنه و صاحب تقواشون کنه. با والله قسم دیدگی برادرایی که این زبانا گم شد، این چشما کور شد، علما را دشنام دادن. فهمیده برادرای جان؟ شاید شما را هم دیده باشه. کسی کمی واقعا در حیات یگان اویلش رخ داده بنویسه در کامنتاری برای دیگر را عبرت شوه. اون دیدگی برادرای عزیز و گرامی قدر. یک تاش برادرای جان، خدا برکتتون بده. انا بگم که ای انا طرفی شهری دوشنبه خدا برکتتون بده، ولی معیوبه قتیمان هم صحبت های سخنش همی که وقتی که انا نعوذ بالله من ذلک قرائت قرآن مونده بدن حقارت کردم بیا حقارت میکنه که وقتی جاهلی با میگنش توبه که نعوذ بالله با سخن با حقارت میکنه، ولی پوچکاش معیوبه بغندر در خدا گرفتارش کرده. میدونی برای چی؟ انشاءالله تعالی برای انسانی به عقل خودش فهمید که با کدام خاطر. یعنی او برادرایی که میگن تو بخیلی دومد انا فلان و بهمدان با حقارت بخیلی دومد که او ویدیوی عبدالرازق کی بهروز، کسایی که برادر عزیز این سخنی من نیست و من شما را کافر نگفتم، حتی من حق کافر گفتن هم ندارم، هیچ که حق کافر گفتن هم ندارم، چه عالی باشه چه چیزی دیگر، یگان کس فقط یه حق الله داره. ما با کجا و برادر عزیز کتگی میکنیم؟ برادرای در اومدن ان شاء الله تعالی ما یعنی که او کامنتاریا انا هستم بسیاروش در ویدیو اسلامی در آیت قرآن که سوره هل اتی علی الانسان قرائت کردیم نعوذ بالله در اومدن نوشته کردن که اترا ما فلان کنیم بدرو ای عبدالرازق بران عبرت گیر. برادرای جان شما در همین حالت میشیده چی کار میکردین؟ ما چی خیمه که کجای او پیروی کنم اخی؟ او دوست خنه که وقتی که او گفته من وطن دوست می‌دارم، او با همون کارش وطن دوست می‌داره. او ما خیلی آدم وطن دوست، او وطن دوست داره، اما کی میخواد در نمازش در حق وطن دعا میکنه. خیر ان شاء الله تعالی که در نمازشون در حق وطن دعا کنن، انا خیدن شواکات در حق وطن و در حق ملت دعا کنن. البته او وطن دوست دارن، خوشا به حالشون، خدا برکتشون بده. چی برادرم بهروز جان باشه چی دیگه روشه باشه، شما هم برادرای ما یا چی با او یگان چی دیگه بدیم برادر عزیز، او هم برادرای ما. ما گفتم که
برادرش اگر عبدالرازق جان حافظ قرآن میشد او را نه اینکه در تاجیکستان در جهان او معرفی میکرد وطن ما را منفعتی که بود این به منفعتی که بود برادر عزیز خوری هم نه او اگر انشالله یک پاره میخوان انشالله تعالی کفایتش بود یک پاره و او قرائت هم میکرد انشالله همون 2 میلیون هم میگیرید 3 میلیون هم میگیرید الحمدلله برای بخاطر که کسی که مخلص باشه برادر عزیز و گرامی قدر کسی که مخلص باشه انشالله تعالی هم دادرک ده او چیزی که میخوان او را تماشا میکردن او را انشالله هم ثواب داشت هم اکی بهروز جان ثواب بی نهایت میگرفت هم پدر و مادرش ثواب بی نهایت هم عبدالرازق جان هم دعایت ما انشالله سبب میشه که همون دادرکمون شفا بیاوه فهمیده خدا برکت انشالله دعا میکنیم در حق دادرکمون مسلمان بگیم و بگویم که فلان کردگیم علما را نعوذ بالله من ذلک ای برادر او وقتی جان دادن ده انشالله تعالی یک کس در بالای سرت باشه با کسی که میگه پا گفته که یک کس در بالای سرت باشه خدا که توبه کنی خدا هدایتت کنه برادر جان یک برادر ولی انشالله تعالی بگیم که ویدیوش پخش میکنیم به نام قاری امیر حمزه جان معیوب است برادرای عزیز کانالشون به نام قاری امیر حمزه جان است انا البته که میدونم که او با پول محتاجن برای داروکای خودشون او محتاجن او بگیم به همه چیز محتاجن به خاطر که او معیوب است برادرای جان دوره در کانالش آبونه شوین ان شاء الله کدام ما که همت داریم برادرای عزیز و گرامی قدر که ان شاء الله انا بگیم سومش روی کنیم برای خیر جان اخوان ان شاء الله هر الحمدلله هر کدام وقتی کار میکنیم چند نفریم 10 نفری 15 نفری 100 روبل هم جمع کنیم 1000 روبل ان شاء الله یا 140 چند سامان میشه ان شاء الله این خیر جان ما و شما میشه دوره ان شاء الله در برادرایمون یعنی دستگیری کنه در کانالش آبونه شوین که در فقط قرائت های قرآن کریم میکنه ان شاء الله تعالی و خوب برادرای جان بازم میگم که ما در برادران عبدالرازق جان بخیلی نداریم و راستی اگر یک یعنی دکتر بشناسین خدا برکتون بده محمد علی کردی یعنی شیخ محمود نام دارن خداوند از ایشان راضی باشه با دعا یعنی با سوره های قرآن که باخشان در سخنرانی میگن که برادرها ایمد یگان چی نه برای ما پول بیارین و نه بگی که نعوذ بالله ما یگان چی هست ما شفا نمیده فقط شفا را الله میده فقط شفا را الله میده الله شافی است الله کافی است فقط شفا را الله میده شاید او را شناسین یعنی نابیناها را به اذن الله یعنی او دعا میکنه الله بیناشون میکنه معیوبا را گونگا و کرها را کسایی که کسل سرطان هم برادر عزیز و گرامی قدر همون برادرای جان ان شاء الله یک برادرمون در مسکو دخترکش پیش همون شخصیت میبره یکی انا رفیق خوش بردن دخترکاشون خدا رو شکر شفا یافتن او یعنی در بسیاری دخترکا پوچکاشون یعنی بگیم کج میشه و هر گونه میشه دستکاشون کج میشه و برادر عزیز محمد علی کردی ان شاء الله شاید بسیاری شما بشناسین برادر بسیاری ورم حقارت میکنن او را نعوذ بالله دجال میگن آیات قرآن میخونه در حالی که خدا خودش گفته که قرآن برای مؤمنان شفا آیات قرآن میخونه با میدونن او را دجال میگن خدا پناه بده برادر عزیز ان شاء الله همون برادرم بهروز ان شاء الله تعالی اگر سخنای ما را شنیده باشه و ان شاء الله تعالی که همون برادرایی که از شهر پنجکین بودن قطیخمان هم صحبت شدن بگیم همون رئیساشون خدا برکتشون بده که ان شاء الله تعالی و ایشون خفه نشدین از سخنای ما خدا برکتشون بده الحمدلله سخنی بعد نگفتیم ما گفتیم دستگیری میشه دستگیریش میکردیم ان شاء الله تعالی اوز با مقصد یا میلیون پراسموتر گفته تلخیمو گفته چی میکفیده تلخیمو اکی با او ایام میکنه که وطن دوست میدارن یا که با همون چی وطن ما در بین جهان معرفی میشه نه برادرای جان وطن با میگم که وقتی در حقش دعا کردی در حق ملت و وطن همون وقت تو میتونی که بگی که من وطن دوست میدارم در 5 وقت نماز دعا کردی نماز شب خستی در حق وطن دعا کردی انا همین حالات برادر عزیز انا این خدمت های انا این پیشروی وطن میشه زیرا الله دعا را اجابت میکنه ادعونی استجب لكم خوب برادر جان خدا برکتون ته ان شاء الله وای کنن همون برادرم عبدالرازق جان برن ان شاء الله پیش کی شهر قطر بعد همونجا میرفتیم به نزدیکی انا
برن انشالله تعالی در همونجا انشالله ما هم دستگیری میکنیم. ما هم برای ما برادرای عزیز و گرامی قدر نامتون جانم چی ما یگان دلمون ای سنگ بده. ما در کجا گفتیم در برادران عبدالرزاق جان دستگیری نکنن، دستگیری بکنن ای حلالی ها. همون یک بار بو میگم که اگر از سوره قرائت میکرد 1 میلیون انشالله زیاد پرسماتور میگیرید، 1 میلیون زیاد پرسماتور میگیرید انشالله تعالی. همه کسا 2 میلیون این برادر زیاده حتی الحمدلله 100 روبلی نه 1000 روبل همیش که کشتگی نیست 1000 روبلی خیرش میکردیم انشالله صاحبی خونه میشدن انشالله یا موشینه کم میگرفتن شه انشالله تعالی. کی برادر خوشبختی کسی دیگر نمیخواه. وقتی برادرای جان اگر برادرمون بهروز خوشبختی او را در دنیا خواسته باشه، ما خوشبختی او را هم در این دنیا، خوشبختی هم را هم در این دنیا میخواهیم هم در آخرت. نه که خوشبختی همه تونه برادرای جان میخواهم هممون برادرای عزیز یک زنگ داخل جنت بداریم. همه برادرامون، همه اپا و خواهرامون، همه میخواهم در سفره های ناز و پرناز جنت بشینیم و صحبت های شیرین کنیم. چی به دوست نمیداشتم؟ چی به شما برادرای جان نکنه و در خوکی خود به خدا قسم عیبه. یک نفر برادرای جان سخن خدا و پیغمبر رسول نخواه شما او را دشنام بکنین، نخواه شما او را برای پول بگین. سین سخن شما برای پول داده دوستی جانی بخر پول برادر عزیز ها آخرت معلوم میشه. کاش که میگی یک نفر یافت میشد که تمام مال و ملک میدادم شو یک بار مرا میگفت که بخیر در پیشگاه الله سجده کن. چی به یک نفر شما را میخندونه؟ یک نفر چقدر سخنهای بدتون میگه و فقط در همین دنیا منفعتون نور والله قسم. اگر که برادرای جان ما حاضر میگیریم کانال ما همه شو والله قسم این میگیریم او دلیل میکنیم، اینه میگیریم او دلیل میکنیم برادرای عزیز میگیریم. خداوند است که همه را ایجا میتیه. یکی برادرای جان میخوام که همه کسا فردا روز قیامت داخل جنت بدوریم، همه ما را این داخل جنت درویم، همه کسا در یعنی که در سفره های پرناز ناز جنت بشینیم، ای آب کوثر سیراب شویم، در قطار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم. هم نیکبختیتون هم در این دنیا و هم در آخرت میخوایم. چیزی را که به خاطر خود دوست می‌داریم به خاطر شما نیز دوست می‌داریم. مؤمن اصلی حبیب خدا صلی الله علیه و حدیث روایت میکنه برادران. خدا برکتتون بده برادرای عزیز بگیرم میخوام اینا بخواهی همین میگیرم او دلیلش میکنم، نه دیگه یک قصه تون میکنم، نه حدیث تون میگیم بدرین. خدا برکتتون بده. همو ان شاء الله یه روزی این پگایم در روی دنیا و پیشگاه پروردگار دو معلوم میشه. تا این وقت ما در خداوند ای یوتیوب رزق روزی نداده. خدا رو شکر 23 دیم الحمدلله رب العالمین. 23 میدوریم الحمدلله. چی ما رو همین 20 سال یا که ما عبدالرزاق جان همین قدر سال خدا یوتیوب خورم پوشون، پدر و مادرای ما خدا همین یوتیوب خورم پوشون، ما رو همین قصه سال خدا ما رو یوتیوب خورم پوشون. نه رزق الله رزاق ایا جایی که با رزق برامون میته که ما خودمون درکش پیدا نمیکنیم. رفته سمی ملائکه را خداوند میتشه یک کوزه میبره دستمون میته دادی الله نیست میبره میته ای الله طلب کردیم چی به نمیدادیم اونا یا که نعبد فقط او را پرستش میکنیم، فقط همو یاری طلب میکنیم. چیزی را که میخوایم نیکبختی شما را ما همو طلب میکنیم. خداوند بگذار همیشه در لب دام برادر جان خنده باشه. خداوند همه ما داخل جنت الفردوس کنه و هر یک سخن میکنیم برای نیکبختیتون هم در این دنیا و هم در آخرت. خداوند عبدالرزاق جان شفای کامل عطا کنه. خداوند مهربان دوستداری انا دین خدا باشه، دوستداری برادرها باشه، دوستداری ملت و وطن باشه، خدمتگار باشه ان شاء الله. اگر که یعنی که ان شاء الله تعالی ای حلال یعنی که به وای رسید ای حلال یعنی خدا دارندش کار در وطن خدمت کنه برادران. بسم الله الرحمن الرحیم. ختم الله